سلام. ببخشید که من ارائه‌مو مجبور بودم انگلیسی درست بکنم به خاطر اینکه قراره همین ارائه رو با خود بچه‌های تمبو جای دیگه هم داشته باشیم و ازم خواستن که یه مدل باشه که اگر ویدیوی اینجا جای دیگه پخش شد یا مثلا چیز بود سوال ابهامی واسه آدم‌ها ایجاد نکنه. خب من علی تولایی ام، 10-12 سالی هست که پایتون میزنم. حدود همون 10-12 سالم هست که دیتا کار میکنم، دیتا ساینس و نمیدونم دیتا آنالیز و دیتا بعد و 5 سال گذشته به صورت تخصصی روی MLOps تمرکز داشتم و حالا زیر ساخت AI یعنی بکند AI، ارتباط AI، به خاطر اینکه یه مقداری متفاوت از چیزهای معمولمون و پیچیدگی هامون متفاوت. یه سایتی دارم به نام techbend.io که خب blog.techbend.io میشه بلاگم و سوشیال مدیا ها و اینهای منم توی همون techbend.io هست. بعد این پلی میشود ویدیو، صدا نداره متاسفانه. Creator of PGMQ and one of the maintainers on the project, and thank you for coming to Ali's talk about PGMQ. Some quick background on the PGMQ project. We started it at Tembo, the company I work at, to help power our managed service, which is a cloud platform for Postgres. And to this day, we still use PGMQ to buffer messages in between our control plane and our data plane. We originally created PGMQ as a client library in Rust, but we quickly ported it into an extension on Postgres so that it could be used in any language and not just Rust. Since then, there have been a number of different client libraries that have been built by the community, and Ali has contributed many of the important features to that Python client library itself. So thanks again for attending this talk on PGMQ, and if you like the project, please give us a star on GitHub. اینی که دیدیمش آدم بود، کوفاندینگ انجینیر تمبو و بار اولی بود که من خودم با کلمه کوفاندینگ انجینیر آشنا شدم و لازم نبود که سی لول باشی. و تمبو یه زیرساخت ابریه که میگه که پستگره یه دیتابیسیه واسه همه کارها و از LLM بگیر تا مثلا معادل مونگو رو اومدن همون استایل رو درست کردن توی پستگره، یعنی تو زیر ساختت چیز اسکی پستگره است، اسکیوئلیه، ولی اینترفیسی که داری باش کار میکنی و دیتا رید و رایت میکنی نو اسکیوئل. خیلی چیز عجیبی دارن و استارتاپ کاملا اوپن سورس، حتی داشبوردی که داره خدمت رسانی میکنه هم اوپن سورس. 2 هفته گذشته تونستن بیشتر از 38 میلیون دلار فاند ریز بکنن بچهای تمبو و الان یکی از پایونیرهای حوزه دیتابیس ابری هستن. خب حالا ما در رابطه با PGMQ میخوام صحبت بکنم و چالش اساسی که ما داشتیم. ما روزی 300,000 تا مسیج داشتیم که باید پردازش میکردیم با AI و به خاطر اینکه گیر ابزارها افتاده بودیم و من برای همین از دیپندنسی واقعا متنفرم و سعی میکنم همه چی رو ساده تر بکنم، یک اوور انجینیرینگ احمقانه ای کرده بودیم که مقصر اصلیش به عنوان تکلید خودم بودم، که یه هیولای بزرگی بود که همه چیز به دیتابیس وصل بود، یه عالمه ایجنت بود، این میگرفت به اون یکی میداد، بعد میخوردیم به این که این استریم دیتا درست کار نمیکنه، بعد چون تایم اوت میخوره پس یه دونه بافر بذاریم که اسلیپ بود، فقط اسلیپ بود که مثلا ایر فلو نخوابه. چرا؟ چون که مثلا میخواد سینکرونایزد کار بکنه. خیلی پیچیدگی های عجیب غریبی داشتیم و بزرگترین مشکل ها این بود: آقا من دارم سرویس تکستم با سی پی یو، سرویس تکستم با جی پی یو و اینا تایم اوتاشون متفاوته، مشکلاتشون متفاوته، فیلیرها متفاوته و جی پی یو گرونه، شما نمیتونی تسک رو چند بار هی تکرار بکنی و نسبت به سی پی یو خیلی گرون تره. پس exactly once اجرا شدن یک عملیات موفق واسط خیلی مهمه. خب چون هزینت رو واقعا چند برابر میبره بالاتر و
یه چیزی هم می‌خواستیم که استارتاپ، حالت استارتاپ داشتیم ما و قرار نبود که مثلا یه تیم 10 نفره یه دوابسی داشته باشیم که یه تیم دیتا سک آپسی وجود داشته باشه که یک زیر ساختی رو بخواد هندل بکنه. کلاً 4-5 نفر بیشتر نبودیم و سولوشن های مختلف رو رفتیم دیگه. اول گفتیم که آقا ما که داریم یه سری تابع پایتونی کار میکنیم، خب بیا سلری بزنیم، داره آسینکرونایز هندل میکنه واسمون. خب اومدیم اونجا دیدیم که یه تاپیک وجود داره، یعنی یه کیو وجود داره، همه چی یه کیوه. من اگر قرار هر بار یه فانکشن جدید اضافه کنم، یه بار سرویس رو بخونم ریستارتش بکنم، اینجا دوچار مشکل میشم. یعنی یه ولت چیز دارم، یه دپس تایم دپسی دارم که هی هر بار ریستارت نمیتونم بکنم این داستان رو. اگرم ببرمش رو کوبرنتیز و اون داستانه اون شکلی تا این بیاد دوباره بخواد دیپلوی بشه، حالا یکیش فیل شد یکیش چیز شد داستان میخواد. و بعدش گیر ردیس افتادم. من این شکلی بودم که آقا من دارم سرویس زیرساخت AI دارم درست میکنم، قرار نیست چیزی تو مموری کش بشه، چرا باید ردیس تو مموری داشته باشم وقتی میتونم روی یه سرور جی پی یو با 8 گیگ رم سرویس هم کار بکنه و مثلا 24 گیگ جی پی یو دارم، حتی میتونم 4 گیگ رم داشته باشم، چرا باید 6 گیگ دوباره مثلا رم اضافه داشته باشم و محدود شم تو وی ام جی پی یو پیدا کردن. خب و حالا اینا رو درست کردیم، ورکرها رو چی کارشون کنم؟ یعنی یه ورکری میخواد بیاد منیج ورکرها تو سلری با من نیست، خودش تعیین میکنه. تو تعیین میکنی من 4 تا ورکر میخوام، حالا با اون کانکتور کوبرش یا کانکتورهای معمولیش اون دیگه میدونه چه جوریه. من اگر یه جا خواستم تعدادو زیاد کنم تعدادو کم کنم، بعد سکته میدادم به سیستم، دوباره استاپ میکردم دوباره ران میکردم با تعداد چیز. داینامیک نمیتونستم اینو تغییرش بدم و چالش خورده بودم به این که من مشتری های پریوریتی پیدا کردم و باید کیوی های پریوریتی همیشه خالی باشه و کیو نرمال مسیر خودش رو بره. اینجا سلری من رو اذیت کرد. گفتم اوکی با سلری داریم میریم جلو، واسه اینا دوتا استریم لاین مختلف درست میکنیم. ایر فلو رو آوردم گفتم که میریم جلو، ولی دک ساپورت میکرد و اون دیتا استریمینگ و دیتا انجینیرینگ بود، نه مال ام ال. واقعا واسه ام ال نیست ایر فلو، یعنی هر کی داره واسه ام ال ایر فلو استفاده میکنه احتمالاً داره سعی میکنه با سنگ پرتقال پوست بکنه. خب چون واسه در لحظه حجم زیادی از لاین های دیتا استریمینگ رو هندل کردن ساخته شده، نه واسه آسینکرونایز و تایم اوت و اسلیپ و اینها. و اینجوری بودم که آقا این هم نمیشه، داریم اذیت میشیم و هی پیچیدگی اضافه میکرد. یعنی تا میومدم مثلا میگفت برو کامپوننت فلان رو بیار، یمل فلان رو برو اون متغیر فلان جا رو عوض کنی، تایم اوت از 30 ثانیه میشه 31 ثانیه مثلا. اینا میگم آقا نمیشه. خسته شدم گفتم آقا میریم سراغ کافکا رو میاریم وسط که بتونه ایونت باس بشه. بعد اینجوری من یه سری پاد و نود و نمیدونم اسکریپت و کد دارم رو سرورهای مختلف، اینا دیگه خب میخونن از این ایونت باس واسه من و زندگیم زیبا پیش میره. مسئله اینه خود خالق کافکا نوشته که اگر نرسیدید به 1 میلیون ریکوست پر سکند کافکا واسه شما اوورکیله. و من اگر استارتاپم برسه به 1 میلیون ریکوست پر سکند در اوج میفروشم، خدافظی میکنم. و توی این چالشه سراغ این اومدم که من تیمم کوچیکه، باید کمترین میزان دیپندنسی رو داشته باشم، باید راحت مینتین بشه سیستم، باید هزینه هام رو کم کنم. اگر چیزی فیلیر میشه اوکی 2 بار تکرار شه 3 بار تکرار شه، ولی چیزی که ساکسسفوله و من قراره واسش یهو 48 گیگ جی پی یو مصرف بکنم که یه همچین چیزی مثلا ساعتی $3 $4 ساعتی. خب و مثلا پروسس من 30 ثانیه داره طول میکشه، هر یه ریکوستمو حساب کن چقدر گرون میشه. خب اگر 2 تا تکراری درست کنم ورشکست میشم، واقعا همینه، یکیم بشه 2 تا ورشکست میشم. پس باید exactly once processing رو داشته باشیم و از همه مهمتر
من دارم با تیمی کار میکنم که ML انجینیر توش هست، بک اند انجینیر توش هست و من اگر بتونم فرانتم هم با پایتون بزنم با پایتون میزنم. چرا؟ چون پشت سر هم در میایم. ما یه تیم کوچولو 3 نفره ایم، 4 نفریم، 5 نفریم. تیم‌ها استارتاپیه. من باید بتونم کد فرانت رو جمع کنم، فرانت باید بتونه امل رو جمع کنه. الان دانشه به اون سمت رفته که با یه چت جی پی تی و اینا باید بتونی پشت دست هم بازی کنی. پس اگر نمیتونم تو فرانت کاری بکنم، نمیام گولنگ و راست و فلان و بهمان رو درگیر کنم. ممکن از لایبرری استفاده کنم که پشتش راست باشه، ولی اینترفیسش باید پایتون باشه که من بتونم تو تیم خودم هندلش بکنم. خب اینجا اومدیم سراغ PGMQ. همینجور تو گیتاب داشتم این چرخیدم، گیتاب استار اکسپلور اومد بالا، زین گفت که PGMQ هستم، خوشبختم. PGMQ چیه؟ PGMQ اومدن همونجور که آدام ویدیو فرستاده بود و اولش هم از شما تشکر کرده بود که اینجا اومدین صداش پخش نشد. میگه که ما یه دونه اکستنشن نوشتیم روی پوسکره که بتونیم حداقل 30,000 مسیج پر سکند رو هندل کنیم و نصبش خیلی ساده است. یه داکر کامپوز میزنید، داکر کامپوز آپ، تموم شد. فیل کرد. از هر کدوم از بچهای دیوآپسی که بپرسی پوسکر چجوری آپ ان رانینگ میشه بهت میگه. استک اوورفلو پره، چت جی پی تی هم بلده باش کار بکنه چون پوسکر است. و همین باعث میشه که من اکسترا اینفراستراکچری نداشته باشم، زیر ساخت اضافه‌ای نداشته باشم. خب توی چون فقط دارم از پوسکر استفاده میکنم، توی محیط استیجینگم، محیط توسعه‌ام، پوسکره بکندم میتونه همون پوسکره مسیج کیون باشه. لازم نیست اینا رو جدا کنم. بخوام میتونم جدا کنم، ولی با یه پورت عوض کردنه، با یه اند پوینت عوض کردنه. خب ولی تا اون لحظه اولش من یه دونه پوسکره دارم، کوئری میزنم، با ویور میارمش بالا، میبینم که اصلا گرافیکال ببینم چی تو دیتابیسه، چی مسیجی که گیر کرده چیه دقیقاً، چون پوسکر است، کوئری دقیقاً پوسکر است. و خب به خاطر این که شما میتونین با یه سری رید و رایت دیتا رو دقیقاً دارین توی پوسکر تو دیتابیس رید و رایت میکنین و ویزیبیلیتی و اینها واسش ست بکنید، میتونید این رو داشته باشید که توی یک زمانی فیکس، مثلا بگین 30 ثانیه 40 ثانیه نسبت به اون تایم اوتی که میخوره، اون پروسه طول میکشه که ممکنه فیل شه یا فیل نشه، بیای این رو بذاریش توی یه سیستمی، مثلا آن ویزیبلش بکنی، بگی آقا 1 دقیقه تو آن ویزیبل باش، حد نورمال 30 ثانیه است، ولی تو 1 دقیقه آن ویزیبل باش. خب اگر تو 1 دقیقه پروسس انجام نشد دوباره ویزیبل شد، تو کیو برگرد. ولی اگر که پروسس ساکسسفول کارش رفت جلو، میتونی که به جای آن ویزیبل بودن آرشیوش کنی، دیلیتش بکنی و همون رفتارهای پوسکره‌ای رو داشته باشی. خب کور فیچرهاش همینه، سیمپل، ریلایبل واسه من، لایت ویت و فلکسیبل. کل فکر کنم ایمیجشون با پوسکرش با هم دیگه فکر نکنم 250 مگ بشه. خود مثلا 180 خورده ای اون انجین اصلی پوسکره میشه، یه 20 مگم پروژه این هاست و با اکستنشن های دیگه میاد. چند تا چیز باحال داره. این که ترانزکشن ساپورت میکنه. خب نمیدونم، ما تو دیتابیس یه چیز داریم به نام ترانزکشن، اسید ترانزکشن. خب که تا اون عملیات دقیقا، یا اتمیک ترانزکشن، نمیدونم دارم اشتباه میگم اینا رو یا نه، فکر کنم اتمیک ترانزکشن، تا دقیقا اون عملیات اجرا نشه، خب عملیات بعدی عملیات قبلی ریورتبل توی دیتابیس. خب اتمیک ترانزکشن دیگه 4 تا اقدامه، مثل همون کامیت کردن های توی گیت که همش ریورت میکنی، تو دیتابیس هم این اتفاق میفته، تو پوسکره اینو داریمش و این نیتیولی داره توی چیز ساپورت میشه. یعنی اگر آیه وزیر محترم ارتباطات اینترنت رو طبقاتی کرد، شما لپتاپ دستتون بود، از محیط دانشگاه رفتین بیرون، ام وی بی تون رو لپتاپ بود، یهو فیل کرد سند کردن نوتیفیکیشن ها چون دسترسی ها متفاوت میشه، این میگه آجی من حواسم هست نوتیفیکیشن ها رو، من کمکاری وزیرتونم پوشش میده. خب
جای بعدی کیومتریک داریم. ترانزکشن هم من اضافه کردم تو پایتونش با یه دکوراتور. یعنی شما میای مینویسی اون تابعت رو که داری مینویسی، اینو نمیتونستم شاف نکنم، شما دکوراتور رو که یعنی تابع رو که داری مینویسی میتونی فانکشن بذاری. مثلا if لازم نیست حتما عملیات دیتابیسی باشه، مثلا یه if یه متغیری اگر بیشتر از 3 بود یا کمتر از 3 بود فیل کن، عملیات دیتابیس رو برمیگردونه. خب اگر یه چیزی تو پستگره بود ولی مال MessageQL نبود، اون فیل کرد، خب اونو برگردون، عملیات پستگره رو برگردون، هم پستگره رو برگردون هم چیز رو برگردون، MessageQ رو برگردون. خب و همه اینا تو گیت هاب اصلی PGMQ که آخر اسلایدا گذاشتمش یه دونه اگزمپل اپ هست، میتونین همشو برین ببینین. یونیت تستاش کامله، اگزمپل اپ ها هم خودم نوشتم. و خب این فیلیر هندلینگش هم خیلی باحاله دیگه. میتونین ریترای داشته باشید و مثلا توضیح بکنین، حالا پی جی پارتمن و اکستنشن های دیگه داشته باشین، دیتا ها رو مثلا پارت های مختلف بذارید. اینا چیزای خیلی جذابی بود. حالا میخوام کد بزنیم. این که هی میگه ساده سیمپله یعنی چی؟ خب یعنی این، یعنی من با پیپ نصب کردم، رو لوکال هاستم آوردم بالا، رو پورت دیفالت 5432 که پستگره میاد بالا، یه یوزرنیم پسورد پستگره ای تعریف کردم که توی ستاپ پستگرته، تو داکر کامپوزشه، توی حالا با کامند لاین درستش کرده، اصلا اونش مهم نیست. اسم دیتابیسته تا اینجاش که کانکشنه، داشتی جنگو میزدی، داشتی فلاسک میزدی، فست ای پی آی میزدی، اس کیو ال الچمی، همش همین بوده. اینم بگم الان خود پی جی ام کیو هم آسینکرونایز رو ساپورت میکنه هم اس کیو ال الچمی. یعنی حتی اگر با این سختتونه یا میخواید توی بک اندتون استفاده کنید و نسخه اسکیول فیت اسکیول الچمی هم توی لایبرری وجود داره آلردی. خب که اون یکی دیگه زده متاسفانه. کیو رو کرییت میکنی، خیلی ساده، سند میکنی پیامت رو، ریدش میکنی و کار تموم میشه. یعنی سند رو میتونی بذاریش توی یه سیستم جدید. حالا من الان اینجا بهتون نشون میدم. من اینجا یه حجم زیادی ورکر دارم، اینا سند میکنن سمت دیتابیس. این خط مشکی که میبینید دیگه همشون پی جی ام کیوه، کانکشن دیتابیس ای آر دی. خب سند میکنی، این سرویس میره واسه خودش تکسا هر کاری میخواد میکنه، هر تعداد ایجنتی که بخوام میذارم، هر تعداد فانکشنی که میخوام میذارم، هر تعداد داکر ایمیجی که میخوام میذارم. اگر لاین پریوریتی لازم دارم میارم تو همین سیستم دیتابیسی یه سرویس منیجر میذارم، یه داکر سوارمه. خب میگم آقا سرویس یک نورمال داره کارشو میکنه، تعداد رانرها ورکراش هم 3 تاست، یه سرور و این داره از های پریوریتی هم میخونه، مثلا با پولینگ، سیستم پولینگ. خب نوتیفیکیشن این چیزه، کیوی نیست، پولینگه، به جای اینکه اون بفرسته این میکشه و اینو دارم میرم جلو. یه دونه تو داکر سوارم تو منیجره مینویسم، تو اون ورکر منیجره. حالا من میگم داکر سوارم، شما میتونی با کد پایتون و اسکریپت و اینا هر چی خواستی بنویسی. اگر تعداد از یه حدی توی کیومتریکس هم بالاتر بود، اتوماتیکالی این رو ران کن، کیو رو خالی بکن. یعنی من میتونم با همین چند خط کد یه ورکفلو منیجری داشته باشم که کار مثلا ایرفلو هم واسم انجام میده، اوتو اسکیلینگ هم داره واسم. من یه بار کدشو زدم، کلا فکر کنم 250 خط نشد که یه قسمت زیادش مدیریت داکر بود با داکر سون. میاد سرویس ها میاد اگریگیتور کال میکنه، کاندیشن داریم، میاد LLM کال میکنه، جی پی یو، سی پی یو، هر چی کانکشن دیگه پستگرس. و اون اوور انجینیرینگ احمقانه‌ای که خودم انجام دادم رو و ماهی حدود 60 میلیون تومان هزینه سرورهای تستمون بود، چون MVP بودیم، رو MVP داشتیم ما 60 میلیون میدادیم، رسیدیم به ماهی 3 تومن یه دونه لپتاپی که جی پی یو داره. و این چیزی بود که من از PGMQ یاد گرفتم و کمک کردم و هر جایی هم که نیاز داشتم خودم رفتم ایشوشو زدم. کامیونیتی خیلی خوبی دارن، سایتشون tembo.io همین ساده،
و اگر تو گیت هاب سرچ کنیم PGMQ میاد بالا. خب و حالا ایمیل منم هست ali@techman.io اگه خواستید سوالی بپرسید. و کامیونیتی خیلی خوبی دارن، یه اسلک دارن که جواب سوال میدن، خیلی خوب جواب سوال میدن. اگر ایشو باز کنید میاد ازتون میپرسه مشکلتون کجاست، چی میخوای. تو هی با زبون بی زبونی و گوگل ترنسلیت و چت جی پی تی داری توضیح میدی و داری یه چیزی میگی که اون نمیفهمه. من دارم خودمو میگم. من وقتی شروع کردم با اینا من نه راست بلد بودم نه پستگره رو اینجوری رفته بودم توش. خب و اینی که دارم میگم 3 ماه پیشه. منم مثل بقیه آقا جنگو چیز دیگه بکند ORM خودش رو داره میزنی میره دیگه، از یه حدی بیشتر که نمیخوای عمیق شی توش. خب قرار نیست اکستنشن با زبان SQL بنویسی که حالا الان میتونم بخونم هنوز نمیتونم بزنم، ولی اونا دارن کمکم میکنن. و همون آدمی که الان اون ویدیو اول رو فرستاد توی اسلک خیلی جدی جواب میده. و یه چیز بامزه تر، تا 2 هفته پیش اینا $300 کردیت اولیه میدادن و یه فری تیری که لازم بود که شما حساب بانکی داشته باشی تا اکتیوش کنی. من به آدم گفتم که و حالا به ری واکر گفتم که آقا ایران ما کردیت کارت نداریم، لزوم کردیت کارت رو برداشت. یعنی واسه فری پروژکت های خودتون وقتی که میخواین دیتابیس از سرویس داشته باشید میتونید از این سرویس استفاده بکنید. ممنونم که اومدید. اگر سوالی هست در خدمتم. ببخشید که ممکنه این ارائه یکم سطح بالا بوده باشه یا حالا سطح پایین بوده باشه واسه یه سری از دوستان، و اگه سوالی هست در خدمتم.